یعنی بحث همساده سر چیه؟ اگر دارنگ ماشین آوردی جلو چپید ناموسن دستشان نمیزنم نفندم یکی که داری شبتان بعد از تخلیه انرژی بریم برای ساختن بقیه روزمون. حسابی گرسنه شدیم. گرسنه هست. ساعت 15:10 ناهار رو خوردیم. نوش جان. پرفکت پروفشنال رست. اینجوری نیست. اینجوری چرا خطا داره؟ چرا لولش میکنی؟ کجاش میری؟ با بکشش ری. ما ببخشید زندگی عادیمون هم اینقدر داریم. کجا برم؟ آبجیمم که مثل همیشه بی‌عصا. پیش به سوی ساحلی که قرار شب اونجا کمپ کنیم. که دریایی تصورات خودش میخواد شناسایی نشه. تولید محتوا رو داریم و آبجیمم که داره از جون مایه میذاره. ولی من آبجیمو با دنیا عوض نمی کنم. والا ما که نفهمیدیم از کجا باید وارد چی و از کجا خارج. باشه این شبیه چیه؟ میم میم میم. آفرین. یه دمنوش بزنیم و بریم واسه اصل ماجرا. شوالیه تاریکی رو داریم. وای امام زمان ظهور کردن. سینوهای خود را پر از گندم نموده و برای 7 سال قطع ذخیره‌ای در پیش داشته باشید. Somebody give me. جنوب خیلی فعاله بچه. فوتبال ساحلی. برید شهر بازی کنار دریا. هوای شهری فوق‌العاده است. ما خوشحال از پیدا کردن دستشویی. برخیز و مردانه بگو پیروز و مردانه بگو برخیز. من خیلی خوشحالم سر به خاطر حمایت از روی بپر طبل شاهانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب، برخیز. سرما مجبورمون کرد به درست کردن آتیش. چون با صندلی دارن آتیشو باد میزنن. بعدم بازش میکنن میشینن روش. بچه
انگشترم شکست متاسفانه. فکر کنم چشمش زدن. به قول بزرگا روز از نو میکاپ از نو. یکم نقاشی روی شنا و قدم زدن کنار ساحل. بریم برای تجدید قوا. تخم مرغ سوسیس پای ثابت صبحونمون. سپرایز. پارت دوم صبحونمون شکلات فندقی. یه همسایه باحال گیرمون اومده. کم باش براتون حرف می‌زنم. جریان از این قرار بود که دیشب ماشینشون توی ساحل گیر کرده بود و کلی زجر کشیدن تا بیرونش آوردن. اگر دارنگ ماشین رو آوردی جلو و چپید ناموسن دستشان نمیزنم. چند نفندم یکی که هریدی شبتانه ایوان اینجا چیار جمع کنیم شبتانه میدونه بیا جلو و چپه. هی میا جلو هی میا جلو هی میا جلو. خدا شد با 45 درفام باید دریا در شروع 45 درفام باید دریا در دیدیم که اندش بچه خوب ماشین من یعنی ماشین من بود فقط باید زنگ نیستان میداد بیا درش نه تو یه خورده لبش برگشته. اشوه های قبل بالانس و اما خود بالانس. یه مینی شیکو و متاسفانه از دست دادن گردن. ای موهات پر از شنه. بچه ها منم بستون بالانس بزنم افتادم. نگاه یه بالانس خاصی بزنیم حتی به فکر اتیکه صدف یه مرجان اینجا. خود انگار خودرو میچپه و خودش مجبور خودش رو نجات بده. برای بار 4 پروژه عکاسی به پایان رسید. تا دیدنی دیگر. ریلکس کن تو. سرم دارم شنا شده میارم. چی میخوانی؟ هستی؟ نوچابه ای؟ وای به به. آبجی بیدو بس بگیرم. آبجی موبینو برو برایش یعنی اینجا همه نگاه میکردن. شمای فشاری پیدا کردیم. نیروگاه برق فشار قوی. ولی مسیر برگشت همیشه دلگیره. مرسی از نگاهتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره.